کسی شب عرق نوشیده مست خارود، همین شب شیطان وی میکند. این عرق خورا زمان شیطان هم بیشکر است. این شرمنده ها شب شیطان وی رو فلانی میکنن، اینا باید سحری کردن غسل کنن پیش اینکه کار میرن. برادرای عزیز به جانتان جبر میکنید، خدا نگهتان دارد. امروز آنقدر نوشابه های حلال زیاد است که شما احتیاجی به همون پلید نیستید، احتیاجی به همون آبی نجس نیستید. و آنقدر حرام است که اگر در لباس شما رسد لباستان به نماز میشد، به اون لباس نماز خوانده نمیتونید. و آنقدر حرام است که اسلام برای و 80 تازیانه امر کرده است. اگر دهنی کسی بوی شراب کند، حکومت اسلامی باشه 80 دره میزند او را. بنابراین امروز عرقخورا شاید شما خرسند شوید که دره نیست، اسلام نیست، قرآن نیست. نه، خداوند برای شما دره تیار کرده در قبر. ملائکه های عذاب شما را 80 تازیانه میزنند و خلاص نمیشدی. اگر توبه نکرده مرد، پشیمان نشده مرد، والله این 80 تازیانه را ملائکه های عذاب از شما در قبر میگیرند پیش از آن که قیامت دروید. و حالا فرصت داره، حالا فرصت داره توبه کنید. به یک توبه رود 100 ساله عصیان، بشوید جرم او را بحر غفران.